التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر زینتی باقی لطافت کاکل است در نزاکت گوی رشکی سنبول است در پناهی زلف رخساری گل است در سری هر موفقانی بلبل است در پناهی زلف رخساری گل است در سری هر موفقانی بلبل است التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر بازی میکنم دلبری و دل نوازی میکنم با نوازیش جان گدازی میکند عشق در دل سرفرازی میکند با نوازیش جان گدازی میکند عشق در دل سرفرازی میکند التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر باقی ماند از برایت شیرخوان جمع باشد خاطری آشفتگان زلفی تو ماند پریشان جاویدان جمع باشد خاطری آشفتگان زلفی تو ماند پریشان جاویدان التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر التجا دارم که مویت را مبر کاکلانی مشک بویت را مبر بختیار حسنов التجا دارم که بارون نبار التجا دارم که مویت رو نبر بختیار حسنов امروز مهمانی عزیز امروزه ما یک قرصکوی زیبای شما بختیار جان این با توفیل آن که شما امروز مهمان هستید و التجا داشتیم که اوسین подождем شود لیکن مخلصان نروند بله 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 قرصکوی زیبا دوستان قرصکو بی پول کو بی مالو قرصک زدن گرفتم اگر در دستتون چتر نباشد لیکن باوری دارم که امروز همه خرسند من میدونید تیرما همین طور هوای دروغگویی دارد بعضن آفتابی گرم بعضن کمی نرم بعضن کمی سرد بعضن همین طور باران لیکن باران خیلی خوب است دождик постучи мне в окно میگوین کو یک قرصکوی زیبای شما دوستان باز یک بار دیگر خوش آمدید رحمت دوستان عزیز عموما مریم رو بسیارتر با یک سرود میشناسن این به فکرم سرودی کدام شنیدم بله مهمانان عزیز مردمی سربلند خوجان درد دل را دلبری دلدار میداند فقط حالتی بیمار را بیمار میداند فقط بله بله صنعتکار دلش صنعتکار خودش میداند
ما صنعتکاران ما پول لازم نه، قرصکای همه شما لازم. Oho! Ваши бурные аплодисменты! با واسطه تلویزیون یک چند تا سرایندگان همه قدر بسیار که همشو دیده اسپید نمیکنیم. Бале. برای همین وقتی که من سرودی که مریم سرودی شنیدم از سرایید حقیقتا هم باید سرودی کلاسیکی است. سرودی کلاسیک شنیدن بسیار کاری دشوار است. همین جرأت کرده، همین ثبت کرده، نوار کرده به عزت مردمی عزیزی ما رساندن. من قایل شدم و همین روز برای تبریکات خواهرم آمدم. مریم خان عمری دراز بینن، با سرودای نو برای مخلصانشان سرایان در صحنه‌های بلند برآمد کنند. یک دعا برای هر یک صنعتکار، قرصکی پرموجی مردم برای هر یکی ما دعا، یک قرصکی پرموج می‌زنیم برای مریم. Бахтер Асанов! سلامت باشید.